درود میگم به همایون عزیزانی که این لحظه ها با ما پیوستند و برای شنیدن خبرهای مهم تاجیکستان و جهان آماده هستند که چند دقیقه خود رو با ما صرف کنند. شهلا گل خوجه هستم در روبروی شما و ساعت به وقت پراگو رسو هفت هست و در دوشنبه ساعت همین حالا رسو 10 و بنابر خواهش بیشتری از شنونده و بینندگان رادیو زودی برنامه امروز رو با خبرهای آخرین از سبقت جهانی جام فوتبال در روسیه شروع میکنیم. امروز آزمایش‌های نهایی در گروه سی و دی جام جهانی سال 2018 دایر می شود و دسته منتخب استرالیا با پیرو و دانیا با فرانسه روبرو میگردند. در گروه دی نیگریا با آرژانتین و خرواتیا که علاقه صاحب راحتی بازی‌های هشت نهایی است با ایسلندیا و میخورد. ضمناً فرانسه هم صاحب یکی از راحت‌های بازی‌های هشت نهایی است و دیروز آزمایش‌ها در گروه A و B به پایان رسیدند. اروگوئه روسیه را با حساب 3-0 شکست داده در گروه A جای اول را اشغال کرد. اسپانیا و پرتغال در گروه B آزمایش‌های نهایی خود را مساوی انجام دادند. اسپانیا با حساب 2-2 با مراکش و پرتغال با حساب 1-1 با ایران آزمایش را به پایان رساندند. خلاص دو آزمایش هشت نهایی علاقه معلوم است. روسیه با اسپانیا و پرتغال با اروگوئه بازی خواهند کرد. و خبر دیگری که ظاهراً با جام جهانی ارتباط دارد این است که با قول تلویزیون اربکا با شرافت این چهاربینی تخمینا 30 پرواز از فرودگاه مسکو به تاخیر افتاده، 7 پرواز کاملا لغو شده است. از جمله پرواز مسکو دوشنبه شب گذشته به تاخیر افتاد. خب اکنون برمیگردیم به خبرهای مهم تاجیکستان. یک ساکن نویه ظفرآباد ولایت سوخت تلاش دارد بعد دوربینی دختر دو نابیرش به عراق سفر کند. دادگاه در شهر بغداد نادره بیگم حمزه دختری حمزه تورابیکوف ساکن نویه ظفرآباد را به حکم ابد محکوم کرده است و نادره بیگم 26 ساله همراه با شوهر، مادر و سه برادر سال 2015 از روسیه به عراق رفتند و به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته بودند. آخر ماه اپریل سال روان آژانسی فرانس پرس از مرافع دادگاهی 19 زن خارجی با عکس گزارش نشر کرد که در این گزارش گفته میشد که 4 زن تاجیک نیز در این میان حکم ابد گرفتند. حمزه تورابیک در میان این زنها عکس دخترش را میشناسد و او حالا در صحبت با رادیو زودی گفت که برای رفتن به دیداربینی یگانه فرزندش به بغداد آمادگی میگیرد. نادره بیگم یگانه عضو خانواده حمزه تورابیک است که پس از 2 سال بینشانی در دادگاه بغداد پیدا شد و این مرد میگوید همسرش که ظاهرا با پیروان گروه افراطی حزب التحریر تماس داشت را با دامادش 4 فرزند دو نوابرش را به عراق برد. او سال 2016 خبر مرگ 2 پسرش را شنیده بود. آنها در شهر مفصل عراق قرار داشتند. پسر خردیش که 19 ساله است بار آخر ماه آگوست سال 2017 با او تماس گرفته گفته است که تصمیم تسلیم شدن به نیروهای کرد در عراق را دارد. از همسرش که به ادعای او فرزندانش را بدون رضایتش به عراق برده است هیچ خبری نگرفته است این مرد و معلوم نیست که نادره بیگم با خواهش خود و یا مادر و شوهرش به عراق سفر کرده است. ولی حمزه تورابیک به هر حال میگوید که دخترش و پسر خردیش اصیلبک فریب خوردند. رو میاریم به ولایت ختلان که در نویه وسیع این منطقه حدود 25 گکتار زمین گندم آتش گرفته است. سوختار 2 روز پیش زمین های حدود جماعت میرزا علی ویسف و همسایه نویه تیمور ملک را فرا گرفته است. نوروز توشماتوف رهبر خدمات آتش نشانی نویه وسیع گفت سنجش‌های مقاماتی آتش نشانی ثابت کرده است که کمبین گندم دروی سببگار سر زدن سوختار شده است. به نقل این مصاحبه رادیو آزادی یک کمبین که مشغول گندم دروی بوده است ویران می شود. خب راننده کوشش میکند که گنراتور آن را تعمیر کند اما آتش گرفته آن آتشش به کوه میپیچد و پس آن به دیگر منطقه ها پهن می شود. راننده این کمبین به خواجگاه دهقانیت را وعده داده است که برای وضع ضرر رسانده‌اش 2 سال به آنها را خدمت میرساند. در همین حال چند از شاهدان اینی اون آتش سوزی میگویند که میدان آتش گرفته خیلی بیشتر از 25 گکتار بود و تقریبا به 300 گکتار پهن گشته است و به 2 خواجگی ضرر کلان رسانده است.
خب برای خواجگیداران این منطقه که اکثر زمین‌هایشان آبیاری نمی‌شوند، گندم و پایه آن که خوراک اساسی چروا است یک منبع مهم درآمد به حساب می‌رود. و حالا رو می‌آوریم به سرگذشت یک زندانی که به حبس ابد محکوم است با جرم کشتار انسان طی 13 سال در شهر بختر در محبس اونجا نگهداری می‌شود و این محبوس ادعا دارد که از جانب کارمندان این زندان مورد لطکوف و شکنجه قرار گرفته است. فضل‌الدین سفرов هنگام ملاقات با نزدیکانش در هفته گذشته گفته است که 5 سال قبل عرض دادش به یک نماینده سازمان ملل متحد اوید به بدرفتاری کارمندان محبس دچار اذیت و آزار شده است. اما کارمندان محبس بختر این ادعا را رد کرده و میگویند که محبس آنها نظام و ترتیبات خاص خودش را دارد و در نسبت هیچ یک از زندانیان بدرفتاری صورت نمیگیرد. خب نمایندگی دفتر سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز 25 میلیون به رادیو آزادی گفتند که در ماه می سال 2012 فرستاده مخصوصی آنها برای یک هفته به تاجیکستان آمد و موضوع شکنجه و لطکوب در بازداشتگاه‌ها و مؤسسه‌های اصلاحی را در میان گذاشت و بعد بازگشتش یک گزارش مخصوص نیز انتشار کرد و جمله گفت که در اونجا محبوسان محکوم به یک حکم یک عمری در اتاق‌های تنگ و تاریک بدون هواکش و با حرارت گرمی به حد بلند و در محدوده 23 ساعتی نگاه داشته می شوند. خب حالا بعد مراجعت نزدیکان فضل‌الدین سفرов به سازمان ضد شکنجه این سازمان برای تشخیص و معلوم نمودن وضع این زندانی یک وکیل مدافع را تعیین کرده است و قرار است آنها به اون زندان بروند و از وضع فضل‌الدین سفرov با خبر شوند. یک خبر آخری ما مربوط به اون است که نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان از دوستانی کل خواستند قاعده نوی وزارت معارف را برای سفر محصلین و آموزگاران به خارجه را بیکار کنند. خوب ببیننده عزیز هوا کمی سرد است، از این خاطر شاید کمی صدا هم میگیرد. خب درباره تفصیلات خبری که من وابسته به وزارت معارف گفتم شما میتونید کمی دیرتر در خط خبرهای مهم روز با خبر شوید. من همه شما رو ساعت 10